خب، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت تمامی دوستداران و عزیزانی که این ویدیو رو دارم میبینن و همه اون افرادی که توی گروه کانال تریدر موفق و گروه آموزشی سورین هستن. این آدرس گروه ماست. اینجا هم این پایین خورده، شما میتونید بیاد اونجا کاملا تمرین کنید، یاد بگیرید. رایگانه، نه با آیدی کسی میشیم ما، نه چیزه، فقط همین مباحث رایگان بهتون آموزش داده میشه و دوست داشتید میمونید، دوست نداشتیدم دیگه هر طور ما. خب، ما دیشب رفتیم سر این قضیه که متوجه شدیم بازار از کجا به کجا میره و رفتیم روی سنتیمنت متا تریدری و تکنیکالی. امشب قراره که بریم سر سنتیمنت خود متا تریدری و تکنیکالی و وارد جزئیاتش بشیم. جانم، کسی سوالی داشت؟ خب ببینید دوستان، من دیروزم بهتون گفتم زوم درست برای ما خیلی مهمه. زوم درست این چیه؟ خب ما گفتیم که زوم درست خیلی مهمه واسمون و توی زوم درست ما میایم از یک های تا یک لو ببینید میکشیم توی بازار و وسط این رو وسط این رو علامت میزنیم. اینجا مثلا های تا لو، از پایین ترین لو به قول معروف تا هایر های. از این کلمات والا بلد نیستیم، یادم نداره. ما میایم اینجا چیکار میکنیم؟ ما میایم وسطش رو مشخص میکنیم. خب اگر قیمت بالای چارت ما بود، دقت کنید اینی که دارم میگم این سنتیمنت تکنیکالیه به روش سورین و این شاید با اغماض بگم 5% از 100% سنتیمنت کلی چارت ماست. پس نرید 4 روزگه کار کنید بگه آقا طبق این نرفت. نه، این 5%، باقیش رو در ادامه نگاه میکنیم. اینجا ما چی رو داریم؟ من میبینم که خب اگر زیر این دنبال یک دونه محدوده سکندری خیلی درشت میگردیم، بزرگترین محدوده‌ای که داریم. چرا زیر؟ چون قیمت بالایی نبود. ما اینجا رو آوردیم علامت زدیم و گفتیم که خدا با ماست و چه ربطی داشت نمیدونم، ولی اینجا رو علامت زدم و گفتیم که میایم این رو کپی میکنیم میذاریم این بالا. خب ما این رو کپی کردیم میاریم 1 2 و 3 دوباره میذاریم اینجا، میرسه به این. دوباره ما یه دونه دیگه از نصفه این به سمت بالا پیدا میکنیم، کپی میکنیم میذاریم اینجا و نگاه میکنیم که 1 2 3 این میاد اینجا و این رو من میارم میذارم، اشتباه نکنیم این نقطه و اون بالا رو به ما میزنه. حالا برای برگشتش دوباره همین رو برعکس کردیم بعد اومد این پایین که شد این ناحیه که شد 1 2 و 3 اومد اینجا یکم پایین تر و این نقطه که ما گفتیم اگر این رسید به اینجا و خواست کاری کنه ما سنتیمنتمون این کارش تموم شده. اینجا این که ما بررسی میکنیم با انواع اقسام سنتیمنت های دیگه که ببینیم آقا بازار میخواد چیکار کنه. خیلی ساده. خب زمانی که ما این رو بررسی کردیم دیدیم که دقت کنید عزیزان، دیدیم که همیشه این رو تحت نظر داشته باشید که وسط برای بازار خیلی مهمه. اوریج یا متوسط یا میانگین برای بازار خیلی مهمه. خب این رو اینجا ما میذاریم، این میشه وسط تقریبا. خب وسط شما اگر دقت کنید اگر هیچ چیز دیگه اولا از اینجا ببین این که ریزشیه به سمت پایین، اگر ما بیایم و این رو یک لحظه اگر ما بیایم این رو به این صورت
بگیریمش از این نقطه که من فلشمو زرد رنگ میکنم تا این نقطه، اینجا ما سنتیمنت میکس داریم. یعنی چی؟ یعنی اصلا معلوم نیست میخواد بخوره به این و سلر بشیم یا میخواد بخوره به این و بایر بشه و سپس از اینجا بریزه، اصلا هیچ معلوم نیست. اما یک چیز میتونه برای ما واضح باشه، اون هم چیه؟ اون هم اینه که اگر ما بیایم و ببینیم که این از این به سمت بالا شکست و یک محدوده تشکیل داد و بیایم اینجا سکندلی رو در وسط این محدوده پیدا کنیم، مثل اینجا 1 2 و 3 میشه محدودمون این نقطه، ما اگر این رو بذاریم اینجا میتونیم یک سقف برای حرکت بعدش در نظر بگیریم. اگر سکندلی رو داد و ما اینجا گذاشتیم، به احتمال خیلی زیاد این محدوده رو میشکنه. دیشب هم ما اینجا بودیم گفتیم به احتمال بسیار زیاد میشکنه و سنتیمنت طلا صعودیه و میبینید از چیزی که ما دیشب گفتیم تا امروز تو 500 پیپ صعود کرده. خب این از این بود و ما با این روش میتونستیم تکنیکال سنتیمنتی خودمون رو بسنجیم. حالا بریم سراغ تایم پایین‌تر. زمانی که ما اینجا ببینید من یک خط میندازم، زمانی که ما در این نقطه متوجه شدیم دیشب که آقا سنتیمنت ما اللحاظ تکنیکالی میگه صعود، اگر فقط تکنیکالی بود که من فعلا تکنیکالی رو گفتم و به همون هم فعلا بسنته میکنیم. اگر ما دیشب بحث داشتیم که آقا ممکنه بریزه ممکنه فلان، اما اون چیزی که ما میبینیم صعودیه. چرا؟ به خاطر صحبت‌های فاندامنتالی و مخصوصا تغییر لحن همین امروز حالا اون ریاست اتحادیه اروپا و ریاست مجموعه اون حالا سخنگویان فدرال رزرو آمریکا. نمیخوام خیلی بپیچونم، همینجوری سخت میشه دیگه، کم کم نمیخوام بپیچونم. پس اگر توپقی زدم شما به دانش خودتون ما رو عفو کنید. خب من اینجا رو گرفتیم برای بای. میریم تایمی که داریم کار میکنیم. ببین تایم دیلی فقط سنتیمنت، مثلا میریم چه میرم تایم 15 دقیقه. خب میایم اینجا و از روی این چیکار میکنیم؟ ببینید من این حالت رو برای بازار در نظر میگیرم که قیمت اینجا بود و دیشب اینجا بودیم، 1 لحظه 31 و 4. بله قیمت اینجا بود، این لایو بازار ما بود و ما داشتیم به هر حال کار میکرد. اگر من بخوام و دوباره اینجا در این مثلا چارت هم رو استاندارد کنم، زوم این کامل میکنم و سپس میگم 1 2 3 میشه چارت استاندارد. زمانی که من چارت استاندارد رو میبینم اینجا یا این بالاترین های و اینجا یکم بیارمش اینور، میبینیم این نقطه پایین ترین لو ما رو داره، هایر های و لوور لو. من زمانی که این رو از اینجا بزنم و بیارم اینجا متوجه میشم که آقا دوباره این یک وسطی داره. این نقطه وسطی که اینجا هست دقت کنید، اینو که من الان با سبز نشونتون میدم، این نقطه‌ای که الان ما اینجا میبینیم این بسیار بسیار نقطه حائز اهمیتیه برای این که کسی که اگر تریدی داره اینجور جاها برای بای اقدام کنه، نه این بالا. حالا کاری به اینا نداریم، ما اینجا یه چارت بودیم که اون تحلیل رو زدیم و متوجه شدیم که آقا این 1 سنتیمنت صعودی داره طلا و میخوایم ببینیم که میخواد چیکار کنه. خیلی ساده، میایم جلوتر. ببینید سنتیمنتمون صعودی بود و ما اینجاها ببین این زیر دنبال یک محدوده میگشتیم، ولی دیدیم که آقا اومد و حالا قبل از اون دقت کنید، قبل از اون من یک دونه محدوده های و لوام رو هم علامت میزنم با این رنگ. حالا نمیدونم چرا همش دنبال این زرد رنگ من صورتی. من اینجا رو علامت میزنم و میبینم که آقا به امید چی هم؟ به امیدی که اینجا یه محدوده پیدا کردم، مثال 1 2
و 3 میبینم که این کامل اومده جلوی این میاد پایین تر و میاد پایین تر، میشه این محدوده. دقت کنید میشه این محدوده. زمانی که من این رو اینجا دیدم بسیار امید دارم که آقا از اینجا شروع کنه بره، اما میام بالاتر میبینم همین که چارت باز میشه این میاد بالا میشکنه، این محدوده های من رو شکست. زمانی که محدوده های من رو میشکنه من باید منتظر باشم که تثبیت کنه. چجوری تثبیت میکنه؟ آقا 3 4 5 تا کندل باید بالا این بزنه. و از طرفی چون میدونم سنتیمنت صعودیه، پس میدونم که آقا این دیگه حرکات نزول عمیق انجام نمیده. پس چیکار میکنم؟ میبینم همینجور که داره میاد بالاتر من محدوده هامو سریع میگیرم. چطور؟ میبینیم که 1 2 و 3 این بالاتر از این زده این کندل، 1 2 و 3 این میاد، این تقریبا میاد این پایینا توی شادو. شما اینجور جاها میتونید رجوع کنید به تریدینگ ویو و یک محدوده درستی رو اینجاها پیدا کنید. بعد که میبینیم آقا قیمت نمیخوره، دوباره داریم 1 2 و 3 این میاد میخوره. اشتباه نکنم حالا یکم زومش کنیم که هم شما درست تر ببینید هم من کور بهتر ببینم. بیایم اینجا، بیایم جلو، بیایم. خب خیلی رفتیم. این شد 1، این شد 2، اینم شد 3. من این رو که بزنم عملا این تو دل اینه، اینم میاد تو دل این، میاد این پایین و بله میشه اینجا. دقت کنید میشه این نقطه. این نقطه‌ای که ما اینجا با رنگ چه رنگی اینجا انتخابش کنیم؟ با رنگ سفید علامتش میزنم و اینجا این مد نظر ما هست برای. میبینیم که این رفت بالا، نه این سنتیمنت صعودیه. خب دوباره منتظر میبونم، میبینم محدوده ای بهم نداد، اینجا یه دونه داد، 1 2 3 این رو میزنم، میام اینجا دوباره من بایرم. دقت کن من اینجا دوباره بایر میشم. خب میبینیم که میاد میزنه و استاپ ما رو اینجا میزنه. یک به قول معروف همون چیز که حالا همین الان امین آقا پرسید که آقا استاپ هانت فلان البل، این رو زد و شروع کرد به صعود. زمانی که داره صعود میکنه اشتباه نکنید آقا سنتیمنت با ما یاره که داره بازار اینجوری راه میره. شما اگه 50 تا بای بگیرید، 1 دونه 2 دونه 3 دونش هم استاپ بخوره، استاپ های خرکی ما نداریم. 10 پی 20 پیپه، 10 پی 20 پیپ هم همه 100 میشه 10 دلار. چی میشه؟ 1 دلار یا 2 دلار. اشکالی نداره تا چند بار یه 100 دلاری رو مگه شما بخواید تو جهت موافقه این قیمتی که داره میره بالا ضرر بدید. حالا ما دوباره این رو از اینجا 1 2 و 3 میبینیمش، میانه میذاریم اینجا و من دوباره اینجا بایرم. معامله گری معامله یک هنره که شما نباید نوع دیدتون رو نسبت به چارت تغییر. میبینم که رفت بالا. خب دوباره 1 2 3 ببینید چه قشنگ ما سنتیمنت رو درست تشخیص دادیم. دوباره ببینید 1 2 و 3 میاد پایین، این جلو شادوی اینه، میاد جلوتر. اگر اشتباه نکنم میخوره اینجا. الان دوباره میگیرمش، این میاد اینجا، اینم میاد جلو شادوی این، اینم میاد بله جلوی شادوی این و میاد این پایین. حالا اگر اشتباه کردم که خدا ما رو ببخشید. دوباره میام جلو، نداده. ببینید چه سنتیمنت قوی داره. 1 2 و 3 من این رو میزنم، این پایین دوباره میشه محدوده من اینجا در این شادو میاد دوباره. ببینید همینجا که میخوره این چند پیپ میاد پایین، دوباره 23 4 پیپ. دوباره شانس شما این اصلا کلا البته اندازه محدودتون میومده. ببین محدوده ما کلا اینقدر بوده و این هم دقیق بیچاره اندازه این اومده. پس زمانی که ما داریم یه محدوده اینقدر رو تریت میکنیم، حداقل یه 10 پیپ بیشتر از این محدوده استاپ میذاریم برای اینجور مواقع. خب اینجا شما رو ورود داده به بازار و از همینجا ببینید از همینجا رفته بالا و یک چیز اولوش 120 پیپ 118 پیپ به ما سود داده در طی 3 کندل. شما اینجا یه 10 دلار 20 دلار استاپ خوردید، اینجا ورود کردید و یه چیز اولوش مثال میگم اگر به 1 دهم ورود کنید والله که ما همه 100 اینجا طبق سنتیمنتی که پیدا کردیم شروع میکنیم به کار. حالا دوباره همون راهکار ببینید، دوباره همونجا زمانی که این رفت بالا و شما از سودتون به هر حال با 100 پیپ خیلی خروج کردید، دوباره همون آش و همون
واسه 1 2 و 3 من میام اینجا و این دوباره میشه محدوده من. دوباره همینجا گرفته و شما در بای کامل هستید و دارید میرید که به امید خدا سودتون رو ببرید. تا همین الان شما دوباره توی 90 پیپ سودین و خوش به حالتون. و من اینجا میتونم بهتون بگم که شما توی این لااقل چند تا استاپ، یه دونه استاپ 20 پیپی خوردید، 10 پیپی خوردید، 30 پیپی خوردید بنا به محدودتون که اشتباه نکنم کجا بود؟ اینجا بود اگر اشتباهی من نکنم، اینجا بود که ما اینجا کل این رو هم من میگرفتم استاپ. ببینید کل این رو هم من میگرفتم استاپ، یک چیز حدوداً 25 پیپ ما استاپ میخوردیم، خیلی هم ساده. اما تا الان 100 پیپ ازش گرفتیم و داره میره 100 پیپ دیگه یا به ما بده تا همین الان 90 پیپه و این میاد. فقط و فقط اینها از چه چیزی نشأت میگیره؟ از فهمیدن سنتیمنت مارکت، وگرنه که شما میتونستید اینجا انواع اقسام سل ها رو بزنید و استاپ بخورید و بگید آقا این روش به درد نمیخوره، ما کار کردیم استاپش بیشتر از پیپیشه. دوست عزیز شما اگر با یه دونه خط هم بخواید ترید کنید و سنتیمنت رو متوجه بشید به راحتی میتونید تریدی کنید. اما اگر بهترین و زیباترین روش دنیا رو هم داشته باشید و سنتیمنت رو متوجه نباشید نمیتونید ترید کنید. این هم از نوع کار ما برای سنتیمنت تکنیکالی و نوع تلفیقش با این حالا تایم ترید خودمون یا تایم های دیگمون. مثلا من خودم که امروز در تایم 5 دقیقه ترید میکردم و عکس هاش هم هست، مثلا همینجا رو گذاشته بودیم برای بای. چطور 1 2 و 3 من این رو برده بودم اینجا برای بای که متاسفانه نرسید و البته فکر میکنم رسیده شه. بله اینجا رسیده، با این یک بای خیلی زیبا میتونستیم از اینجا بگیریم، چون من با یکی از بچه ها توی لایو بودم متاسفانه نرسیدیم که این رو بزنیم، وگرنه توی گروه ما این رو ژورنالش رو زده بودیم که از کجا معامله میکنیم و به کدوم سمت تمایل داریم. همه اینها به رایگان توی گروه ما گذاشته شده و این سری از آموزش ها رایگانه. شما میتونید با سرچ کلمه تریدر موفق در تلگرام یا در حالا سوشال مدیای دیگه مثل اینستاگرام، یوتیوب یا آپارات کلمه سورینگ گروپ تریدینگ اگر شما سرچ کنید میتونید به منبع اصلی این آموزش ها دسترسی پیدا کنید و اونجا به رایگان آموزش ببینید و به امید خدا موفق بشید. خب این از این. حالا بریم ما سر سوال جواب دوستان. آقایون من در خدمتم، هر سوالی اگر هست بفرمایید. خب سلام عزیز دل، چی هستیم؟ قربونش برم. صداش به ستار میخواه، حالا نمیدونم. آره همون جونم بفرمایید. این نمودار زوم اوت بفرم. خب حالا نگاه شما میگیم بالای خط وسط باید باشیم، درسته؟ کدوم خط وسط؟ همون چیزی که دیگه میخواد میکنیم وقتی بالای خط سبزی میخواد بیاریم. آها اینجا. خب البته این نبود، این بود که حالا اب نداره. خب حالا فرض کنید نگاه مثلا الان اینجا که نمودار هست، فرض کنید دیگه انتهای نمودار از اینجا میخواد نمودار بشه، درسته؟ خب تا برگرده به این خط سبزی ما نمیدونیم. خب اینجا ما هرچی باید میگیریم اصلا استاپ میکنم. آها خیلی ساده است. شما چجوری من دیشب تشخیص دادم که نمودار میخواد صعود کنه؟ فقط و فقط سنتیمنت، نه تحلیل نه چیز دیگه. هیچ تحلیل نظر شما، سنتیمنت نظر همه ی بازاره. خب این یک آها یعنی از اینجا بخواد برگرده، درسته؟ خب
سعودیه؟ خیلی ساده است. ببین شما این رو که داری، این رو داری میگیری، این رو مثلا همین الان اینجاست، شما نگاه میکنی میبینی از اینجا این لوته، این هم هایی که الان زده دیگه، بازار همین الان اینجاست، بالاتر از این هایی که نزده که، وسطش الان من وسط میکشم. ببین این رو من بکشم، ببین خب این رو ما کشیدیم، وسطش شد اینجا. من این خط نارنجیه رو بردارم بیارم اینجا. زمانی که قیمت، ببین قیمت اگر برگرده روی این اصلاح عمیق میکنه و تا اینها میتونه بیاد، اما اگر بیاد و زیر این مربع اینجا بسته بشه من میگم نزولیه. خب حالا زمانی که داره برمیگرده، مثلا ما آقا اینجا تشخیص دادیم سنتیمنت سعودیه، یکم رفت بالاتر، این شروع کرد برگشت داره میاد پایین، قشنگ تابلوه که دیگه داره میاد پایین. خب قشنگ میبینی کندل های نزولی پرقدرت شده، کندل های سعودی کم قدرت، میدونی داره میاد. خب یکی دو تا استاپ خوردی اینجا، چرا؟ چون آقا فکر کردی بازار سعودی، اینجا گرفتی و صعودش رو نتونستی بگیری و استاپ خوردی. حالا چی میشه؟ شما دو سه تا استاپ که بخوری قشنگ متوجه میشه آقا بازار اگه سنتیمنت با من بود اصلا میدوید. ببین اگه سنتیمنت با من بود میدوید میرفت بالا. پس چیه که نمیتونه بدوی بره بالا؟ پس حتما سنتیمنتش میکسه. خب توی سنتیمنت میکس اکثرا رنج میزنه، پس زمانی که رنج بزنه میشه همین کانالی که اینجا داری. ببین میدونی توی طلای تکنیکال کلاسیک تو کانال ها چجوری ترید میکنن؟ به اینجا میگن رسید بفروش، به اینجا میگن بخر. ما هم دقیقا همون عکس العمل رو داریم، اما خیلی دقیق تر. چطور؟ هم نقطه ورودمون دقیقه، هم وسط این کانال رو پیدا کردیم. هر چقدر بیاد پایین تر امکان رفتن به سمت بالاش خیلی بیشتر، مگر اینکه کلا بخواد بریزه که نمیشه. سنتیمنت بازاری که ما میبینیم در طی کمتر از 2-3 ساعت عوض بشه، اصلا نیست. سنتیمنت ماهانه ممکنه در طی یک هفته عوض بشه ها، اما سنتیمنت هفتگی امکان نداره شما جایی رو پیدا کنید که در عرض مثلا چه میدونم 1-2 ساعت سنتیمنت همه چی میگفته بای، این در عرض 1-2 ساعت صفر شده. امکان نداره پیدا کنید، حتی اگر کرونا بیاد. چون بازار اوردرشیپه، بازاریه که اوردرها جابجاش میکنن و اوردرها سنتیمنت رو میسازن. پس زمانی که اوردرها مثلا اینجا اوردرهای روندنگار ما بای هست، امکان نداره و سنتیمنت ما بای هست، امکان نداره شما اوردری رو اینجا پیدا کنید که سل باشه و تعدادش از اینا بیشتر نمیشه. اصلا من توی این 3 سال و نیم اصلا ندیدم. سلامت باشید. سوال بعد. امیر جان خسته نباشید. سلامت باشید. حالا که سنتیمنتی که الان سعودی هست ما نباید سل بگیریم؟ دقیقاً تو سنتیمنتی که سعودیه سل نمیگیریم، تو سنتیمنتی که نزولیه بای نمیگیریم، تو میکس اصلا ورود نمیکنیم. یه هفته ترید نکن، چی میشه؟ 2 روز ترید نکن، 3 روز ترید نکن. سنتیمنت میکس معمولا اواخر هفته، جمعه هر هفته و دوشنبه هفته بعد سنتیمنت میکسه. از بعد از ظهر دوشنبه اشتباه نکنم به بعد تایم سشن آمریکا که باز میشه به بعد تا جمعه دوباره بعد از ظهر که تایم سشن اروپا بسته میشه سنتیمنت معمولیه. اما بعد از ظهر جمعه با صبح دوشنبه سنتیمنت میکسه، یعنی مخلوطه، اینجوریه. مرسی عزیزم. قربون شما. سوال بعد. الان تو فکر می‌کنم که این فشار خونی خیلی میده به کار میاد، نه خیلی میتونه کمک کنه. بله زمانی که شما این رو میبینی اصلا ببین یه لحظه من اندیکاتورها رو بندازم. شما وقتی که این رو میبینی میفهمی آقا اندیکاتورها همه واگرایی دارن، اما قرار نیست این بریزه. چرا؟ به هر علتی. اندیکاتورها رو ببینیم. RSI همون 9 و اینم چه میدونم سبز، اینم نازک. خب ببین چرا این رفته به وضوح بالا، این به وضوح اومده پایین. ببینید اینها اینجا به وضوح ما اینجا یک واگرایی داریم، اما چون سنتیمنت ما سعودیه نمیتونه بریزه. ببین چیزی که همیشه من داد میزدم، میگفتم آقا با واگرایی جماعت کار نکنید، واگرایی دروغی بیش نیست. زمانی که سنتیمنت ما
پازیتیو باشه، واگرایی یه عمل نگاتیوه، نمیتونه جلوی این بازار بمونه. برگشت، ببین تا همین الان این سنتیمنت سعودی بوده و این داره به شدت داره واگرایی نشون میده. برگشته طلا، همین جایی که این شروع کرده به واگرایی دادن تا همینجا چقدر رفته بالا؟ 200 خورده پیپ، اشتباه نکن 300 پیپ رفته بالا. 300 پیپ کمه؟ کسی که شما بخواید مثلا اینجا ورود کنید، ببین با اون روش های من در آوردی چرت بخواید ورود کنید بگید آقا اینجا دیگه شکست و این پول بکش هم داد، یا چه میدونم ما دنبال سلیم، آخه یه جوری نگاه میکنید که بازار باید حرف شما رو گوش کنه انگار. نه آقا، بازار حرف خودشه، شما هم حرف خوده. کسی قرار نیست حرف کسی رو گوش کنه توی این بازار. شما وقتی این رو میبینی اینجا میگه آقا سلم تا کجا؟ تا زمانی که بیاد پایین. شما میای توی 30 پیپ سود، 35 پیپ سود، برمیگرده زرد 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 زرد. و حالا کاش عاقل باشیم، استاپ داشته باشیم. وقتی ما واگرایی میبینیم میگیم نه این ممکنه 2-3 تا سقف دیگه هم بزنه و سپس بریزه، پس استاپ نمیذارم. خیلی از اساتید محترمی رو من دیدم که بای میزنن و تیپی، سل میزنن و تیپی، انگار استاپ آدم نیست. خب استاپ اصلا موجود نیست، انگار چیزی به عنوان استاپ اینا اعتقاد ندارن. و وقتی این رو میزنن برمیگرده بالا، برمیگرده توی 30 پیپ سود بهشون نمیده، اما 300 پیپ بهشون ضرر میده. اینه عزیزان، بازار به قرآن قسم اینه. فشار خونی بله خب کمک میکنه، اما باید بدونی دیگه. امیر جان، جانم، من سوالی که پرسیدم و دوباره تایپ کنم الان بپرسم؟ بپرس، همین الان بپرس. چرا تایپ کنی؟ نگاه کن، شما برای سنتیمنت هم جلسه قبل گفتی هم الان من یعنی تایم دیلی دیگه بله سنتیمنت کنیم. خب ما اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم تقریبا 2 ماه سنتیمنت طلا آها. خیلی عالی من الان جان میگم خیلی عالی بود سوالتون، بفرمایید. آره، بعد اینجوری که بخوایم حساب کنیم ممکنه تو این 2 ماه ریزش خیلی شدیدی هم داشته، همون ریزش کرونا، واکسن آفرین اینا باعث خیلی استاپایی میشه که ما بکنیم. آفرین. خواستم بگم نمیشه ما تایم مثلا یکم برای سنتیمنت مثلا دقیق تر بیاریم پایین تر، مثلا دیلی مشخص کنیم بگیم خب تو دیلی سنتیمنت مثبته، حالا بریم مثلا تایمی که ترید می‌کنیم اینجا هم سنتیمنت رو مشخص کنیم که واسه همین امروزمون متوجه بشیم. منظور منو می‌فهمی؟ بله دست در نکن. قربون شما، دم شما گرم دیگه داداش، ما نفهمیم. نه ببخشید جسارت نباشه. شوخی میکنم. آقا ببین هست الانی که من دارم، من اول جلسه هم گفتم فکر نکنید این سنتیمنت تکنیکالی همه شها، نه این 10%شه. سنتیمنت خیلی مهمه. ببینید حالا برای بحث فردا شب ما ورود میکنیم. امشب من یه ریز خلاصه دیگه از نقطه ورودها دوباره توضیح میدم. دوستانی که نقطه ورود ما رو نمیدونن الان مثلا میگن 1 2 3 یعنی چی، الان یه توضیح میدم فرداش. ببینید مهمترین چیز در سنتیمنت تعیین کردن دو تا علت. یک در بحث فاندامنتال میشه نرخ بهره، interest rate. در بحث حالا اون عوامل اوردرشیپ و اینا میشه بزرگان بازار. خب بزرگان بازار منظور بانک و اینا نیستن، نه داداش، یک فرد معمولی هم میتونه بزرگ باشه در صورتی که پول کلان داشته باشه. خب ببین نرخ بهره خیلی مهمه. چرا؟ چون باعث میشه که یک کشور ارزش تقویت بشه یا تضعیف بشه. تنها کلیدی که میتونن اقتصاد یک کشور رو باهاش پویا نگه دارن بهره است، در اقتصاد غربی، نه در اقتصاد شرقی و به خصوص اسلامی. چطور؟ ببینید با بهره، زمانی که بهره میگن طمعکار یا طماع، فرد طماع با بهره طمع رو در انسان زیاد میکنن. زمانی که بهره بره بالا، خب اینا توی بحث فاندامنتال و کامل بهش ورود میکنن. زمانی که بهره بره بالا، خب مردم اشتیاق بسیار زیادی پیدا میکنن که سرمایه گذاری کنن تو بانک ها و پول سودشون رو بگیرن.
و نه تنها مردم اون کشور بلکه مردم سایر کشورها. خب حالا زمانی که یک نفر، ببین اینجا حالا من تلگرام رو نمیخوام باز کنم، ولش کن. ببین کی بهره رو تعیین میکنه؟ رئیس بانک مرکزی. بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی میاد و نرخ بهره تعیین میکنه. چطور؟ و سخنگوی بانک مرکزی که حالا توی ایران جفتش یه نفره میاد میگه، مثل همین امروز برید نگاه کنید، میاد میگه که ما برای آمریکا در طی این کرونا، آمریکا باید شرایط اقتصادیش و حالا این بازیابی اقتصادیش باید طوری عادت کنه که نرخ بهره ثابت و پایین، ثابت و ببین ثابت و پایین. یعنی چی؟ یعنی اولا هیچ اشتیاقی برای اینکه پول تو بانک ها بذارید نداشته باشین، باید برید کار کنید آقا جان. دو، میاد پایین، هرچی هم پول تو بانک داشته باشی از بهش بهره که نمیدی میچی ازش، کمیسیون هم میگیری، مالیات هم میگیری. زمانی که این اتفاق میفته، خوب اون افرادی که حالا توی کشورن یا افرادی که مثلا اون کسایی که سرمایه کلان دارن از سایر کشورها و سرمایه گذاری کردن، خب پولاشونو برمیدارن. زمانی که پولاشونو بردارن، پولاشون توی اون کشور توی آمریکا دلار رو میدن که پول خودشونو بگیرن. پس دلار توی بازار زیاد میشه و اشباع میشه. اشباع بگو عرضه زیاد میشه توی اون بازار و قدرت این ارز میاد پایین. از طرفی زمانی که قدرت ارزش میاد پایین، یک خبر مثل خبر واکسن وقتی میاد و میگه آقا شکست خورده است، ببین مردم طلا جزء یک کالای امن حساب میاد و سیفه. مردم بیکار، ببینید این رو از من بشنوید، طلا رو نمیتونید الکی تحلیلش کنید، اما چیز خاصی هم نیست. طلا واسه این یکم به هم میریزه اوضاعتونو، چون ببین ما به دنیا میایم واسمون طلا میگیرن، سکه میگیرن، به هر حال یه شیرینی میگیرن، چش روشن. خب اینجا مذکر یا مؤنث باشی که تا زمانی که حالا بره خونه شوهر ای طلا تو گردن تو، تو گوش تو، تو دست تو اینا میکنن. اگرم پسر باشی که هیچ، پسر باشی خب تا زمانی که اسیر یک حالا اسارتی بیفتی و بره قاطی مرغا، اونجا شما کاری با طلا نداری، ولی ممکنه که کار کنی و پول داشته باشی و بگی آقا پولمو خوام بدم طلا و طلا سرمایه گذاری کنم. همینجوری طلا میبینی داره میره بالا، میخری به امیدی که بره بالا بفروشی. خب پس چی شد؟ ما بچه‌ای که به دنیا میایم طلا واسمون میخرن، خودمون در طی زندگی طلا میخریم، ازدواج کنیم طلا میخریم، طلاق بدیم طلا میخریم، بعد همینجوری بیکار باشیم طلا میخریم، چش روشنی بریم طلا میخریم، چشم هم چشم میکنیم طلا میخریم، بازار به هم بریزه طلا میخریم. ببین طلا اینه قضیهش که یکم بالا پایینه، چون همین مردم دنیا با این نوع دید دارن معاملش میکنن. حالا زمانی که نرخ بهره دلار میاد پایین، همینجوری دلار بی‌ارزش هست و فقط کافیه خبر واکسن فایزر بیاد که بگه آقا واکسن شکست خورد. وقتی شکست خورد یعنی چی؟ یعنی ادامه کرونا، ادامه یک موج ناثباتی اقتصادی. مردم هرچی دلار دارن، دلار ارزشش کم شده، میدن طلا میگیرن. میبینی یک آن طلا اینجوری شد توی چی؟ توی سنتیمنتی که تکنیکالی بهت گفته قراره بیاد پایین. خب اما همونجا شما میبینی آقا این اوکی و فایزر هم موفقیت آمیز شد، این دوتا همو میپوشونن، طلا طبق اون چیزی که ما گفتیم اینجا عمل میکنه. حالا اینها رو در بخش اقتصاد محاوره‌ای بهتون میگم که فقط یک سخنران، یک اقتصاددان سخنران محور میتونه با نرخ بهره بازی کردن با کلمات و نرخ بهره چه بلایی سر ارزها یا سر قدرتشون بیاره. همین. خب کسی اگه با سوالی داره من در خدمت. خیلی سوالی نیست، ما میریم سر موضوع خود. ببینید دوستان، حالا اون دست از عزیزانی که تازه دارن ویدیوهای ما رو میبینن،
اینقدر من میگم 1 2 3. منظور ما از 1 2 3 اینه. ببین شروط سگانه ای رو باید داشته باشی. یک، اگر میخوایم ما بایر بشیم باید کندلی رو پیدا کنیم که یک خودش کلوز بالای های قبلیش داده باشه و این کندلی که قبلیشه باید خودش باز دوباره کلوز بالای های باز قبلی ترش داده باشه. این دو شرط یک. شرط دو و کندل لایو یا بعدیش نتونه بالای هایش بسته بشه. میشه یه همچین حالتی 1 2 و 3. حالا ما میایم اینجا از های تا لو این کندل شماره 1 میگیریم، میکشیم سمت راست، کشیم سمت چپ. کندلی که در دل این کندل بود و فول بادی نبود خب حساب نمیشه. اگر فول بادی بود و تا 50% باشه مشکلی نیست. برای فول بادی حتما رجوع کنید به کانال و گروه تریدر موفق توی تلگرام. خواهش میکنم بیاید اونجا. فول بادی منظور ما این صرفا نیست، ممکنه یه همچین کندلی فول بادی باشه. بیاید اونجا و بخواید فول بادی رو، شرطش هست. زمانی که اینطوری میشه ما میایم و کندلی رو میگیریم که توی این محدوده ورود نکرده باشه. میشه اینجا لو این رو میگیریم. هر چی که در این بالا اینها همه جزو سقفن و این از کلوز یا اوپن تا لو همین محدوده میشه نقطه ورود ما و این یک تارگت 1500 پی پی به ما میشه. جان میده. این از این. برای سلش هم یه دونه مثال میزنیم ببینیم. شما در سل هم دوباره همچین چیزی دارید. 1 کلوز زیر لو قبل، 2 کلوز زیر لو قبلتر، 3 کلوز نتونه زیر لو فعلی بده. ما این رو از های تا لو یه دونه میکشیم، کشیم سمت چپ. خیلی زیبا. زمانی که اینجا کشیدیم هر کندلی ببینید این توی این هست و فول بادی نیست. چرا؟ چون از این بزرگتر رو من میبینم پس فول بادی نیست. میام بالاتر میبینم این جلوی شادوی این رو پر کرده. زمانی که این کندل با شادوش جلوی شادوی قبلی رو پر کرده من دیگه این رو نمیگیرم. میام بالاتر میخورم اینجا. دقت کن میخورم به اشتباه نکنم. کم زومش کنیم که خدای نکرده اشتباهی رخ نده. ببینید ما میایم اینجا و میبینیم نه این جلوی این شادو نیست و این شادو برای ما میشه یک محدوده یا آپر ساید خیلی زیبا که میبینید از همینجا هم قیمت یک ریترن داشته. چرا انقدر اومدیم پایین؟ اوکی. از همینجا قیمت یک ریترن حدوداً 270 پی پی داشته. ولی باز هم میگم اینها ملاک نمیشه. ملاک اونیه که شما سنتیمنت رو درک کنید. این هم از مثال. خب اگر سوالی نیست که ما امشب رو به پایان ببریم. اگر سوالی هست که من در خدمت. طریقه رسمش هم جان طریقه رسم سنتیمنت. طریقه رسم سنتیمنت تکنیکالی. آره چشم. ببینید من میام ابتدا چارتمو به زوم کامل میرسونم. زوم کامل یعنی این. ببینید زوم این کامل کن، 1 2 و 3 تا زوم اوتش کن در هر تایم فریم. از پایین ترین یا بالاترین به چسبون به پایین ترین باز یا بالاترین. اینجا لو تا های هست. وسطش رو پیدا کن. این شد وسطش. این اولا میشه 1 سنتیمتر. خب بالای اینه و هنوز زیر این رو نزده پس سنتیمنت من سود. 2 زمانی که این رو زد ما میخوایم دقیق تر حسابش کنیم. چون بالای خطه و ما سنتیمنتمون سعودیه میایم تکمیلش کنیم. چطور؟ توی این محدوده ای که حالا این پایین این خط نارنجی هست دنبال ما یک سکندلی بزرگ آپر ساید میگردیم یا اسلایدرین میگردیم. زوم میکنم من تا متوجه بشیم. ببین من یه دونه بزرگشو مثلا اینجا میبینم. از کجا تا کجا میبینم که من 1 2 و 3 دارم. از لو این رسم میکنم میام تا این بالا که میشه های من. این میشه محدوده حالا به قول معروف اون تکون خوردن این بازار. خب من این رو هی میام کپی میکنم
میذارم در محدوده‌ای که بالاتره. ببینید 1 2 و این 3. این حالا یکم زومش کنم که ببینید این شده 1، این شده 2 و این هم شده 3. زمانی که من این رو اینجا میبینم میام و میشه این محدوده. من این رو کپی میکنم میارم میذارم اینجا زیر لوب این بالا میشه دقیقاً یک محدوده ریورسال. دوباره من بالای این یک محدوده رسم میکنم، میبینم که اینجا شده 1 2. اگر اشتباه نکنم این بالاتره، شده 1 2 و 3. این رو من بگیرم میاد اینجا و میشه این. دوباره من همین رو از اینجا بر میدارم میارم اینجا و میذارم زیر این محدوده. دوباره این میشه تیپی حرکت این طبق سنتیمنت ما. حالا زمانی که این رفت بالا و اومد و این محدوده رو ببینید، این محدوده رو شکست اینجا. یکم من زوم اوتش کنم. ببینید این محدوده رو زمانی که شکست با این کندل ها، شما میاد چیکار میکنید؟ یک محدوده خیلی زیبا پیدا میکنید برای اینکه بخواید از البته این رو هم بگم، از وسط این به سمت پایین محدوده پیدا میکنید، از خط زرد رنگ به سمت پایین یک سکندلی مثل همینی که اینجا یا همینی که اینجا پیدا کردیم این نقطه پیدا میکنید و این رو دوباره میذارید اونجا. من یک نگاه میکنم میبینم که خب من اینجا 1 2 و 3 دارم. الان میگی چرا این رو نگرفتم؟ خب عزیز من زمانی که این اینجا بسته شد، کندل اینجا بسته شد، قبلش من این رو دارم اما بعدش هنوز این کندل رو که ندارم که. من این رو دارم، میام و چیکار میکنم؟ 1 2 و 3 میام بالاتر میشه اینجا. من این رو از این بر میدارم میذارم روی این محدوده دقیقا اینجا. ببینید قیمت میاد تا نزدیکش میخوره و برمیگرده بالا. حالا زمانی که داره برمیگرده بالا، اگر بالای این شکست داد، دوباره من وسط این رو پیدا میکنم، این خط زرد رو میذارم اینجا. ببینید الان به بعدش که دیگه نداریم که، اما سکندلی اینجا داریم 1 2 و 3. زمانی که من این رو بیام علامت بزنم میبینم این میافتید در یه همچین حالتی. دقت کنید این رو میارم میذارم اینجا دقیقا اینجا و این میشه یک محدوده برای ریورسال من. ممکنه یک هم بالاتر هم بره اما فعلا من این رو تا اینجا به صورت بایر میبینم، دقیقا نه دقیقا تا همین سقف، یکم بالا یکم پایین تر. من معمولا یکم پایین ترش رو میگیرم این نقطه تا نقطه قرمز رنگ. من این رو معمولا بای میگیرم و میبینید اگر سر اینجام بذاریم این یک محدوده حمایتی و مقاومتی میشه. من یکم تایم رو ببرم ویکلی، برم عقب چارت، ببینید این همون خط قرمز رنگ ماست. میبینید چه قشنگ مقاومتی حمایتی شده. ببخشید این بالاتر بوده فکر کنم، یک اشتباه. بله این بالا بوده که دیگه هم نرسیده بهش، قیمت طلا نرسیده. این میشه یک مقاومتی و حمایتی. این هم از این. دست شما قربون شما. سوال دیگه؟ سوالی نیست؟ این موضوع الان گفتیم میکنم خیلی چیز کرد، کمک کرد به فهم موضوع چی؟ همین که از وسطش اومد پایین در باز ما دوباره چیز مثلا میگم اگه باید وسیله میشود خیلی کمک کرد. ببینید شما خب بله مجبورید با همین چیزا یاد بگیرید، چون توی ایران زندگی میکنیم و به حالا وجود اینکه توی ایران کشور بدی نیست، اما همین که ما تحریم هستیم خب نمیذاره از یه سری ابزارها استفاده کنیم و به خاطر همین مجبوریم با همین چارت خالی کار کنیم و این سری نکات میتونه کمکتون کنه در اینکه آقا جان ما استفاده کنیم و ببینیم که چه مثلا عکس العملی میتونیم داشته باشیم. خب سوالی نیست؟
خیلی خوب، شبتون بخیر. یا علی مدد.